همیشه یه شنبه توی ذهن هممون هست. یه روز خیالی که فکر میکنیم از اون روز قراره همه چیز درست بشه. از شنبه رژیم میگیرم، از شنبه کتاب میخونم، از شنبه آدم جدیدی میشم. اما واقعیت اینه که هیچ کدوم از اون شنبه ها هیچ وقت نمیرسن. چون شروع واقعی یه روز خاص نیست، یه لحظه است. یه لحظه که یه چیزی توی دلت میگه کافیه، نمیخوام اینطوری ادامه بدم. اون لحظه همون نقطه تغییره، جایی که زندگی از تکرار در میاد و تبدیل میشه به حرکت. نه از شنبه، نه از اول ماه، از همین لحظه. شروع یعنی قبول کنی شاید هنوز کامل نیستی ولی باز حرکت میکنی. ذهن همیشه دنبال بهونه است. میگه الان وقتش نیست، حسش نیست، شرایطش نیست. ولی حقیقت اینه که هیچ وقتش نیست. اگه منتظر لحظه کامل بمونی هیچ وقت شروع نمی کنی. پس یه تصمیم کوچیک بگیر، یه کار ساده، یه تغییر. همین حالا. شنبه فقط توی تقویمه، اما شروع توی ذهن توه. به نقطه تغییر خوش اومدی. اینجا جاییه که قراره از درون همه چیز تازه بشه. اگه حس کردی این پیام برای تو بود، لایک کن، سابسکرایب کن و این ویدیو رو برای کسی بفرست که به یک شروع تازه نیاز داره. یادت نره، ذهن تازه، مسیر تازه.